باز آمدم بر کوی توی قبله‌ی اونه ای مادر کی ساعتی جانم فدای تو باز آمدم کی بوسه زنم بر مزار تو ای مادر کی جان و دلی من فدای تو باز آمدم کی بوسه زنم بر مزار تو ای مادر کی جان و دلی من فدای تو مادرم مادرم جان مادرم مادرم ای مادرم مادرم یار مادرم مادرم دوست مادرم مادرم جان مادرم مادرم غمخوان سینه من در فراقی تو آن کس کی هست از غمی من با خبر کجاست آگه نبودم از غمی به مادری ولی مرگت پیام داد که به مادری بلاست آگه نبودم از غمی به مادری ولی مرگت پیام داد که به مادری بلاست مادرم مادرم جان مادرم مادرم ای مادرم مادرم یار مادرم مادرم دوست مادرم مادرم جان مادرم مادرم مادر بخواب خشکی زیادم نمی روی جانم فدای کوی تو منزل مبارکت مادر بخواب خوش کعبه من خاک پای توست قربانی خاکی کوی تو منزل مبارکت مادر بخواب خوش
ای من خاک پای توست قربانی خاکی کوی تو من سی مبارکم مادرم مادرم جان مادرم مادرم ای مادرم مادرم یار مادرم مادرم دوست مادرم مادرم جان مادرم مادرم یار مادرم مادرم درود به مادران کل دنیا، درود به مادران تاجیک، درود ای مادر عزیز و غمخوار و مهربان. امروز ما از تو یاد خواهیم کرد، از مهربانی هایت، از صداقتت، از صمیمیتت و از همینجا جانمان را نثارت میکنیم، مهر و محبتمان را نثارت میکنیم. میدونیم که این مهر و محبت در نزد آن مهری که نسبت فرزند دارید خیلی کوچک است، اما ما امروز را به شما بخشیدیم مادران عزیز. امروز برنامه خاطره ها رو و امروز همان طوری که گفتیم اطراف شما سخن میگوییم، اطراف مهرتان، محبتتان، صمیمیتتان، صداقتتان، قهرمانی هایتان. و امروز ما برای شما ترانه میخوانیم. میخوایم شما یک لحظه شاد باشید، فارغ از همه درد و رنج زندگی و بیاید با هم باشیم در کنار ما، در کنار فرزندان. و امروز بیاید با همراهی مهمان برنامه‌مون دلیر اسمت الله، هنرمند ارکستر سیمفونی دستگاه اجرایی پرزیدنت جمهوری تاجیکستان و دلیر قرار است که امروز برای شما بسرآید مادران عزیز. و در ابتدای برنامه الکی یک ترانه خیلی زیبای مادر را از آفریده های ظفر ناظم اجرا کردند. تشکر دلیر. درود، سلامت باشید. درود به تماشابینان تلویزیون سفینه، خصوصا به تماشابینان برنامه خاطره ها از فرصتی مناسب استفاده برده از نام خودم، از نام اهل هنر با فرارسی ایدی مادران، ایدی بانوان عزیز، شما را تماشابینان، تمام مادران را، خواهران را با این عید تبریک و تهنیت میگویم. میخوام همیشه در چهره شما خرسندی و تبسم باشد و خانواده هر یک مادر تاجیک، زن تاجیک آسوده باشد، آسمان صاف و بی‌غبار باشد و همیشه مادران دعاگوی ما باشند و زنها نوازشگری ما مردها باشند. بله، و در ابتدای برنامه گفتیم که ترانه ظفر ناظم رو اجرا کردید. یک ترانه هست که به همان مادران بخشیده شدن که دنیا رو پدرود گفتند. من گمان میکنم که مهر مادر جاویدانه است. هرچند که از همان مهر برخوردار نمیشه ولی یاد همان مهر هست، یاد از همان دیدار هست. مثلا هنگامی که همین ترانه رو شما اجرا کردید، من مادرم رو یک لحظه پیش نظر آوردم، مادر نازنینم رو که خیلی ناز، خیلی مهربان، خیلی زیبایی آفر، زیبا پرست بودن. یک مادر ناز که برای من از رویشان نور میبارید. شما چی؟ سیمای مادر رو هنگام خواندن همین ترانه به خاطر میارید؟ البته در هر یک سطر این شعر یعنی که استاد چنین بزرگ آهنگبندی کردند، بهترین پیشنهاد کردند که من قریب که خودم رو نمیشناختم این سرود الکی میرفت و این سرود جاویدانی است. اساس جاویدانی است و در هر یک سطر آن برای خودم یک جهان معنی و درد و چیز قبول کرده میگیرم. کدام لحظه ها پیش نظر میآید؟ الکی که مادر در قید حیات نیستند، از همون اگر سطر اولش گرید باز آمدن بر کوی توی قبله امید. وقتی که به وطن به پنجکین برمیگردیم یا یگان سفر داشته باشیم حتما به سری مزار مادرم میروم و زیارت مادرم. خودی سطرهای شعر بسیار یک عامه‌فهمند، بسیار یک عادی‌اند، نه تنها برای من و شما، برای همه به فکرم که بسیار یک علاقه‌مندی زیچ دارد و خود همه نزدیک قبول کرد نمیتوانند. بله، مخصوصا همه نفرانی که گفتیم که مادرانشون را از دست دادند.
ولی گفتیم که امروزی برنامه‌مان را بخشیدیم به مادران و می‌خواهیم که یک روز خوب باشد، یک روز خوش باشد، یک روز غمگین نباشد و یک روز باشد که از اون طرف اکران مادرانی که نشستن اشک نریزند. بگذار اشکشون که اشک شادی باشد. بنابر همین هم میخواهیم همین برنامه یک برنامه تنتنایی باشد، یک فضای خوش باشد بهر مادران و همیشه میخواهیم که مادران خندان باشند، شکوفان باشند. من همین گونه در ذهنم تصویر کردم که مادر تاجیک واقعا هم یک مادر قهرمان است، زیرا به دنیا آوردن طفل این یک قهرمانی است و تربیت کردن و برای درست هدایت کردن این قهرمانی دو کرده می شود. میتونه البته مادر تاجیک مادری در اصل فرزانه‌زا است. بله. مادر تاجیک بزرگ است. عموما مادر بزرگ است. امروز میخوام کمی هم باشد یاد از مادر عزیز خود کنم. به این سطح آماده رسیدن، هنرمند شدنم، بسیار خدمت‌های ناگفتنی کردگیم. هنگام ما خودتر به پدر موندگی مادر من به ما هم به جای پدر بودند، هم به جای مادر بودند، هم به جای استاد بودند. بسیار میخواهم که پیوسته بهر مادر ایجاد کنم، یادشان رو گرامی داشت دارم و پزمانشان البته در بسیار موردهای زندگی میشن، در این یک پستی و بلندی زندگی یک مصلحتی خوب میدادند و جایان که از خالی است متاسفانه. بله، واقعا هم خالگی همیشه احساس می شود و من همیشه میگویم خوش به حال همه فرزندانی که مادران عزیز در برشان هستند. عمرشان دراز باد. بله، زیرا که من همیشه هنگامی که به مشکلی در حیات دچار می شوم با سیمای مادر، همون ذهنی که در نزدم هست، با سیمای مادر گفتگو میکنم، در دل میکنم، میگم مادر انا همین کارو میکردم نشد. بیاید در ادامه برنامه از کی میخواهید ترانه اجرا کنید؟ من تصمیم گرفتم از استاد عزیز خود، از شادروان عالم بابویف یک دو سرود برای مادران پیشکش کنم و سرود نوبتی مادری جان انبیا منصوب قلمی شاعر معروف و آهنگ عالم بابویف برای تماشا بینم. مرحمت. ای مادری جانم بیا، در سراغت هر روز و شب نامید و به بختم بیا. با چشمی چار دارم نگاه، بینشستم در نیم مرا. با چشمی چار دارم نگاه، بینشستم در نیم مرا. ای کاش ببینم یک نظر، مادر بیا، مادر بیا. ای کاش ببینم یک نظر، مادر بیا، مادر بیا. قامت زیغم گشته دوتا، دل پاره پاره ای خدا. صبری جمیل باشد مرا، ای جانی بی آزار بیا. مادر تو می گفتی به ما،
مرگ میراسی آدم و هوا با حسرتا و ویلتا سرچشمه جانم بیار با حسرتا و ویلتا سرچشمه جانم بیار رازم شنو جان مادرم از جان عزیز دارم تو را جز تو ندارم و تکا پیوندی جان مادر بیا باشم تو را من ره بلد منزل به سر منزل برد رفتی تو ره به بازگشت پوری بهشت آسانیا رفتی تو ره به بازگشت پوری بهشت آسانیا بعدی سرگاه مادرم جان در تنیم گرمم غریب دنیای فانی قسمت است صاحبی جانم بیا دلسوز دارم خواهران نازم مرا جانم ببر دلسوز دارم خواهران نازم مرا جانم ببر معروف عزیزی خاندان شکری پدر جانم بیا معروف عزیزی خاندان شکری پدر جانم بیا مادر بیا مادر بیا پوری بهشت آسا بیا سرچشمه جانم بیا تماشابینان عزیز شما برنامه خاطره ها را تماشا کرده ایستادید و ما امروزی برنامه‌مان را امروزی کاریمان را به شما بخشیدیم مادران عزیز و مهربان و غمخوار به آن خاطر به شما بخشیدیم که امروز شما یک کم کنار از گیرودار زندگی باشید و یک کم راحت باشید یک کم فراغت بردارید و با ما نشینید و از برنامه ما فراغت بردارید زیرا شما واقعا هم ارزنده هستید ارزنده ستایش هستید ارزنده مهر و محبت هستید ارزنده صداقت هستید نه تنها یک روز کار ما باید یک عمر ما باید به شما بخشیده باشد زیرا یک شبه خدمتی که شما در حق ما کردید واقعا هم به جانثاری های خیلی زیاد می ارزد زیرا که مادر در برابر
تولید طفل در برابر تربیه بگویم که سرجمعی خاندانم است. مادر است که خانه سرجمع است. مادر است که خانه تنتنه دارد، در خانه خرسندی است، خوشبختی است و مادر است که همه خواهر و یار و برادر همه در یک جا هستند. عقیبگاهی ما و شما مادر هستند. بله. وقتی که شما از تحصیل مکتب تمام میکنید، فرض کردیم و دیگر دولت و با دیگر شهر دوامی خواندن میروید. بله. دانشجو میشوید. هر ساعت و هر لحظه و هر ثانیه یاد مادر میکنید. با یگان کس به مثل خوراکی مادرش خوراکی با مزه نیست. بله. دستان مادر با مهر، یعنی که مادر وقتی به فرزند خود خوراک تیار میکند الکی وای مزه دیگر دارد. بله. مهر مادر نمیرسد، غمخوری مادر. وقتی که فرض کردیم یک کودکی مایده نوزاد است یا چی کودکی 3 ساله 4 ساله یا یک کودکی 32 سیم خون یک بیمار می شود، بستری می شود، همون نوازش های مادر، مهربانی های مادر رو صحت میکند، توابت میکند. مادر بزرگ است. بله. و واقعا همین بزرگی مادر رو بگویم که چه در بخش موسیقی، چه در بخش سینما، ادبیات خیلی خوب و زیبا افشا کردن، گفتن هنرمندان، آوازخوان‌ها، آهنگسازان ترانه‌های خوب و زیبایی را پیشنهاد کردند. همه‌شان به استثنا. همه هنرمند من باور دارم که درباره مادر سراییده است. ببینید که در تمام دنیا همچون روز زنان قید کرده میشد. بانوان به خاطر اعتراف بانوان، به خاطر توجه جامعه جهانی به همین قشر جامعه است، اونی که در جامعه سهمگذار باشند. ولی ببینید قدر و منزلت مادر رو در عائله تاجیک در سطح دولتی نیست. مادر خیلی قدر و منزلت خیلی زیاد دارد که از جانب پیشوای معزز ملتمون محترم پرزیدنت کشور علی رحمان همین سنه در تاجیکستان به عنوان روز مادر قید می شود. با اون خاطر که ما به مادران احترام خاصه داشته باشیم، صمیمیت داشته باشیم، خدمت مادر رو به جا بیاریم. و من خیلی خوب در خاطر دارم که در یکی از برآمدهایشان میگویند که کار نگوید که کارهایتان بسیار است. حتما که به عیادت مادر بروید، هر لحظه بروید، هر لحظه مادر رو یاد بکنید، از او پرسان بشوید که مادرتان چه حال دارد. زیرا که به عوض آن مهر و محبتی که به فرزند میدهد مادر، همان مهر و محبت رو نیز خودش میخواهد مادر. یعنی از فرزند همان مهر و محبت رو انتظار هست. و حالا که برنامه امروزه من رو بخشیدیم به مادران عزیز و غمخوار و مهربان تاجیک، بیاید در ادامه بازم یک ترانه دیگر مادر اجرا کنید. کدام ترانه رو اجرا میکنید؟ ما یک ترانه برای من آهنگساز اکتام بابویف برادر از ما استاد ما ایجاد کرده سال 2014. همه آهنگ رو پیشکش مخلصان میکنم. باشد. و همون طوری که ما گفتیم یک ترانه ندارن در وصف مادر. بله. مرحبا.
من برون از خاک و تو در خاک تنها مادرم. از کنار تو شدم محروم در این ایامی شد کنارم از سیرشکی شور دریا مادرم. در بهاری که طبیعت چون جوانی خاندروز گریه رو در باغی گلها مادرم. در جوانی دستی شوقت از سرم برداشتی بی کسم بگذاشتی در راهی فردا مادرم. رو خراشان ساختی که سو پریشان ساختی قامتم کردی دوتا ای گنجی یکتا مهربانی های دنیا با تو زیری خاک رفت کس نیازید سوی من دستی تسلا مادرم. از تو بالای جهان بالای هم خم می‌دهد با تو یکسان می‌نمود این پست و بالا مادرم. با تو یکسان می‌نمود این پست و بالا مادرم. همچو گوریم تو دلم از آرزوها سرد شد سر همچو گوریم تو دلم از آرزوها سرد شد سر
تمنا مادرم بودی دنیای منو رفتی زی دنیا مادرم رفتن تابوتی تو هم بود و هم نبودی من والم از دست دنیای فریب مادرم بردی از لبخندیم ای شعله آینده‌ام بردی از لبخندیم ای شعله آینده‌ام مادرم صدها دریغا مادرم ای صدها دریغا مادرم مهربانی های دنیا ما تو زیری خاک رم کس نیازید سوی من دستی تسلا مادرم بار دیگر یادرس میکنیم که این برنامه خاطره هاست و مادران عزیز و گرامی قدر و زیبا امروزی برنامه‌مون رو به شما بخشیدیم و شکر از آن که شما هستید، شکر بودنتان، شکر مهر و محبتتان، شکر صداقتتان و من واقعا هم در وجود مادران تاجیک صبوری را میبینم، من در وجود مادران تاجیک غمخواری را میبینم، من در وجود مادران تاجیک دنیای مهر و محبت را میبینم که یکان محبتی که تمام نمیشود و همین مهر و محبت شما از سرچشمه کاری ما، سرچشمه پیشروی ما و همین مهر و محبت شما است که ما را به زندگی، به حیات، به کار، به محیط، به دنیا، به میهن دلگرم میگرداند و همین شما هستید که ما امروزی برنامه‌مون را با یک صمیمیت خاصه آماده میکنیم، زیرا که همین مهری که ما نسبت شما داریم واقعا هم به اندازه است. همینطور نه؟ و گفتیم که هنرمندان همگی از مادر سراییدن که این به استثنا است. هر یک نفری که روی صحنه می آید، هر نفری که قلم به دست دارد، اون نفری که چیزی ایجاد میکند، در تصویرش، در گفته‌هایش، در آفریده‌هایش، در موسیقی‌هایش از مادر گفته است. خود شما چی؟ در باره مادر ترانه داره؟ من اگر خطا نکنم یک 6-7 سرود برای مادر ایجاد کردگیم. البته باوری دارم که اگر 4-5 تای آن سرودها رو اگر سروده باشم 3-4 سرود دیگرش رو در آینده های نزدیک پیشکشی تماشابینان، پیشکشی مخلصان میگردونم. آن سرودها به طور مکمل و تیار نیست اما یک چارچوبه خود رو دارد و چقدر که شما گفتید برای مادران آن چقدر که خواهی ایجاد بکنی حالم کم است. بله. پیوسته کوشش کرده یک ایجادی نو کردن کار. البته دارم قید کردم که 7-8 سرود دارم. سرود ایجاد کرده ایم و رو همکاری با یک آهنگساز کنم با بایف که همکاری کرده ایم. آن سرود البته اجرا میکنیم. باشد. و ما در ابتدای برنامه گفتیم که هنگامی که ترانه
зафар нозим ро месароед аз модар ёд мекунед, ин беҳуда нест, зеро як таронаи хеле зебову самимӣ аст, як таронае ки қалбҳоро нисбати меҳри модар ба таҳрик медарорад. Аз оне ки аз модар ёд меорему, аз модар андеша мекунему, оне ки кадом корҳоеро ба хотири модар накардем, кадом сухане ба модар нагуфтамонд, кадом эҳсосе нисбати модар ифшо нашуд ва ё кадом ҳолатеро ҳангоми модар нагузаронидем, кадом лаҳзае буд ки он лаҳзаро аз даст додем, ки воқеан ҳам ман гумон мекунам ҳамон лаҳзаҳо дар зиндагии ҳар яки мо хеле зиёд ҳастанд. ҳангоме ки модарро аз даст медиҳем, баъд андеша мекунем ки кош ҳамон лаҳза бо ҳамроҳии модар мебудем, кош бештар ба дидори модар мерафтем, ба аёдати модар мерафтем, зеро модар дар ҳар лаҳза пазмони дидори фарзанд аст. мехоҳад ки бо ҳамроҳии фарзанд бошад, бо ҳамроҳии фарзанд гуфтугӯ кунад ва ман гумон мекунам барои модар азизтар аз ҳама мавҷудоте ки дар рӯи дунё аст, ин фарзанд аст. наздиктарин дӯст фарзанд аст. мехоҳад бо фарзанд ҳамдаму ҳамроз бошад, ҳамгӯ бошад, рози дилашро кушояд, ҳам дар хурсандӣ ва ҳам дар ҳолатҳои гуногуни ҳаёт. ва бинобар ҳамин ҳам аз ҳамаи шумо тамошобини азиз хоҳиш мекунам ки аз модарон зиёдтар андеша кунед. ман медонам ки ҳамаи мо меҳру муҳаббат нисбат ба модар дорем, аммо на ҳамеша мо ҳамин меҳру муҳаббатро ба он дараҷае ки дорем, дар он қалбе ки мепарварем ба модарон гуфта метавонем. аммо аз ҳамин минбар мегӯем ки биёед ба модарон бигӯем ки чӣ қадар дӯсташон медорем. зеро ман бовар дорам ки ин барои модар хеле муҳим аст. як сухани мо ки як ҷумлае ки ҳамагӣ аз се калима иборат аст, аммо ман гумон мекунам ки барои модарон ҳамон тавре гуфтем хеле бузург аст, муҳим аст ва якҷаҳон хурсанд мешаванд модарони мо. ба модар ҳар лаҳза бигӯед, ҳар соату ҳар рӯз бигӯед, бигӯед ки чӣ қадар дӯсташон медоред, бигӯед ба модар ки ташаккур ки аз оне ки маро ба дунё овардӣ, маро ба воя расонидӣ, ташаккур аз суханҳоят, ташаккур аз насиҳатҳоят, ташаккур барои дуоят, ташаккур барои самимиятат, ки маро ба роҳи зиндагӣ гусел кардӣ. ва ман бисёр мехоҳам ки модарони тоҷик ҳамеша хурсанду хушбахт бошанд ва бигзор ки модарони тоҷик дар лабонашон ҳамеша ханда ҳувайдо бошад. зеро ки ба модари тоҷик ханда мезебад, табассум мезебад, зиндагии хушу орому осуда мезебад. зиндагии хубу хушу орому осуда ин аз пешравии моу шумо аз фарзандон, аз меҳру муҳаббати моу шумо аст нисбат ба волидайн. бозам ёдрас мекунем ки имрӯзи барномаро ки ба шумо модарони азиз бахшидем ва дар интиҳои барнома як таронаи дигаре пешниҳод мекунем аз офаридаҳои ҳунарманди оркестри симфонии дастгоҳи иҷроияи президенти ҷумҳурии тоҷикистон Далери Исматулло. ва дар интиҳо бароятон як зиндагии хубу хушу оромро модарони азиз таманно дорем. ҳамеша зиндаву ҷовид бимонед. مادر مرا زی خانه من جان مادرم با من بیمان یگانه من جان مادرم مادر مرا زی خانه من جان مادرم با من بیمان یگانه من جان مادرم رنگین کمانی عالمی اقبال من توی مهمانی به بهانه من جان مادرم رنگین کمانی عالمی اقبال من توی مهمانی به بهانه من جان مادرم
بالی خاطی رو اهدای سرنوشت نازم کی نوری روی تو هموار با من است بالم و بالی خاطی رو اهدای سرنوشت نازم کی نوری روی تو هموار با من است دارم تو را زندگیم زیبا و دلنشین دانم نشانی خوبی اللهی در زمین همچون طلسمی ناشکن آن در حیات من پندی تو و دعای تو ای بخت آفرین مادر تو بی نیازی و من زاری زارم رخصت بدیم و جای جانم میگذارم تو آنقدر بزرگی و من پیش تو غریب بعد از خدا خدای منی دوست دارم تو آنقدر بزرگی و من پیش تو غریب بعد از خدا خدای منی دوست دارم مادر